مایه در بگیر بالا خانه بغیر از نفر هیچ کس نمانه بغیر از نفر هیچ کس نمانه. سلام، خسته نباشید عزیزان دل. انشالله که خوب صحتمند باشین، در کنار فامیلای عزیز خود و یک روز خوب رسپری بکنین. امروز یک شنبه است، ما قرار نبود جای بریم، به خاطر بعد از نماز یک دقیقه دیرتر خوا شدیم. گفتیم خوای ما رو پوره کنیم، یک ذره نان خوردیم، بعد از زود تصمیم گرفتیم یگان جای بریم، به خاطر که در جریان هفته نمیشه جای آدم بره، بیکار نمیشیم. دین روزام که یک ذره پاکاری خانه داشتم دیگه، جای نشد، دیر شدم که ویدیو نماندیم. باز بعد از تصمیم گرفتیم یگان جای بریم، مگم نمیفهمیدیم کجا. بالاخره پلان دهی شد که بریم طرف لاوتر برونین. یک جای بسیار مقبول است، یک آبشار خوب کلان داره، زیاد مردم میآید در دیدن اونجا. باز گفتم بریم یک ویدیوی مقبولم بر شما عزیزات تقدیم بکنم. قدم میزدیم، یک صدای زیاد خوبش در گوش ما میامد. بازم تو پیش گرفتیم که چی صدای دنبوره. الجان میگه اینمی شاید افغانای خود ما باشه، چون کس دیگه خوبش دنبوره زدن نمیتونه. رفتیم که 4 دانه بیادر ما که یک دیگرش فیلم میگرفت یا پالیش ششته، یکشان چی میکرد، هم دنبوره میزد اما هنگ میخوان بی حد و بی اندازه خوبش. از هرچی برتان بگویم بازم کم است. باز داشتم تمامش فیلم گرفتم، در ادامه ویدیو برتان پخش میکنم. باز هم تستار شده بودیم که آهنگشان خلاص شد، رفتیم یک سلام علیکی کردیم. بازم بیادر که میخواندن نامشان پرسان کردم، فکر کنم گفتند سید جعفر، به خاطر که به حد به اندازه چیش دادم، خوشحال شدم. هم افغانای ما دیده بودم، چون یه قدر زیاد نمیبینم خودش، هم یکی که به حد به اندازه خوبش میخواندن. انشالله که میشه جور سلامت بود. رفتیم یک سلام علیکی کردیم، باز نامشان پرسان کردم. باز دیدن که من بسیار آهنگاشان خوشم آمده. گفتم شیرا بگو یک دانه آهنگ فرمایشی من برای خودت مخصوص بخوانم. باز همونطور چی شد گفتم درباره مادرم بخوان، به خاطر که من بسیار دلتنگ مادر جانم هستم. انشالله که تمام مادرای دنیا جور سلامت باشن، سایشان همیشه سر اولادایشان باشه. مادرک خود ما دیگه خوشی مام که مثل مادرم است، او هم جور باشه و سلامت باشه هر دویشان. او آهنگ خواندن، او را حتما برتان نشر میکنم عزیزای دل، او را از دست نکنین. ویدیوی ما هر جایش دیدین ندیدین او را حتما ببینین. باز چون ما در برچی زندگی کردیم عزیزای دل، باز یک قسمت از آهنگ درباره برچی و پنتونی متر چیزایی میخواند به حد بنداز. ام بغض کرده بودم، گریانم آمده بود، ام خوشم آمده بود، به حد بندازه لذت بردم. بازم تو فیلم گرفتم. گفتم به شما عزیزان، با کسایی که مسافر است مثل ما، دلتنگ مادر جان نشسته، دلتنگ پدر جان، طبعا که از همگی است، مگر مادر هیچ کس جایش گرفتن نمیده. به اندازه خوبش میخوان. تمام کسایی که اونجا بود استارت شده بودن، سایل میکردن، ویدیو میگرفتن. نه که تنها ما افغانا باشیم، ما و الجان فقط افغانی بودیم و هم خودشان که آمده بودن دیگه بودند و کوریایی هم تو چیزا. یکی از بیادرای ایرانی ما آمدن، گفته میشه که یک ویدیو بگیرم. بازم اونجا هم ویدیو خود ثبت کردن دیگه. فکر کنم یک آهنگ هم سفارش دادن، بسیار به حد به اندازه خوبش میخوان. در آوازشان برکت، در جوانیشان برکت، انشالله که خوش آرام باشند میشه. باز یکی که بسیار مؤدب بودن، قدر با تربیه، خوشم آمد دیگه. باز امو نزاکت های جامعه را بسیار میفهمیدن که چی کنن چی نکنن. یعنی دیگه انشالله که روز برسه که ما همیشه استعدادهای ما را در نام خوب یاد بکنیم و چی کنیم. همون جدیدم یک دانه ایندیوم پسانتر چی را شروع کرد، طوله میزد. مگم مقایسه کنی آی خدا، میگفتم چرا خداوند چی استعدادهای ما را داده، جوانای ما را داده. بسیار به حد به اندازه خوبش بود. زیاد ادامه ویدیو پخش میکنم. ابریگک بود، باز باران شروع کرد. ما مستاستا آمدیم طرف خانه، آل رسیدیم. گفتم باشم اینجا بگیرم یک دانه ویدیو به شما که باز تمام شبانم دیگه. حال بریم خانه یک چای بخوریم از زایدل. ما افغانا هر گوشه دنیا که بریم باز آدم بیا یک چای بخوره، چای مزه‌دار، خستگیش میبره. به این خاطر از زایدل دیگه ای بود از ولاک امروز شاید کم طولانی تر شوه، بازم ارزش داره. اگه ببینین دلتنگی هایتان میبره، بسیار صدای خوبش داره. انشالله که
خوشتان بیاید عزیزای دل. اگر خوشتان آمد کامنت های زیبا نوشته بکنین، لایک بکنین و کانال ما از خیرتان سابسکرایب بکنین. یک دنیا تشکر عزیزای دل از نگاه های مقبولتان که مرا انتخاب کردین برای دیدن. دیگه یک روز خوش و عالی برتان میخوایم. آخر هفته خوش انشالله که همیشه دنیا به کامتان بچرخه. یک دنیا تشکر بازم. خدا نگهدار. زدی تیری که شام نخم نکردم، زدی تیری که شام نخم نکردم، نبودی در فراقم یاد شور از زخمی تازنند است، مرا کشتی بشار آوازنند است، مرا کشتی بشار آوازنند است. من که مردم به دست یار بیگو یاری تو آمد، سیاه جان سیاه نرگیز خریداری تو آمد، سیاه جان سیاه یار بیگو چشمی روشن، سیاه جان سیاه همو یاری وفاداری تو آمد، سیاه جان کردی و مادر مرا تو بندبندی خانه کردی و مادر مرا تو بندبندی خانه کردی مرا تو بندبندی خانه اروپا و مادر در پای نازو زولانه کردی مادر در پای نازو زولانه کردی مادر گلی گندم و مادر مرا دعا بده میرم به سفر و مادر مرا دعا بده میرم به سفر و مادر سفر بیایم نبیایم فقط شود
دانشگاه ممنده و مادر خوار بیرا لیده جای ممنده و مادر خوار بیرا لیده جای ممنده و دبرچی درس و دانشگاه ممنده و مادر خوار بیرا لیده جای ممنده بله دیوالی تاینا و مادر تنهای خوشیش تا چیم در آی ممنده و مادر تنهای خوشیش تا چیم در آی ممنده مادر گلی گندون و مادر گوا بکوبه برچی بر بیگردون مادر گوا بکوبه برچی بر بیگردون شدم از برچرایی و مادر قدی کلی کدوم با من خدایی و مادر قدی کلی کدوم با من خدایی و مادر قدی کلی با من خدای خیره و مادر قدی مادر کدوم زنده جدایی و مادر قدی مادر کدوم زنده جدایی سایلی گلی لال زار و دلبر جان سایلی گلی لال زار و دلبر جان سخی جان ناجتی دارم روا مناجاتی مرا پیشی خدا کو مناجاتی مرا پیشی خدا کو چراغای روشنی نظری تمه تو بر جای عاشق از دردش دوا کو به هر جای عاشق از دردش دوا کن یکی بریم به مزار مولا محمد جان سیلی گلی لال زار و دلبر جان در مزار علی آنشای مردم
سر بگیر بالا خانه به غیر از 3 نفر هیچ کس نمانه به غیر از 3 نفر هیچ کس نمانه اول یارم دویم قصید یارم سیم بال زرد من گمانه سیم بال زرد من گمانه یکی بریم با مزار بلا محمد جان سیلی گلی لال زار و دلبر جان نمیچینم گلی که خار دارد دلبر نگیرم دلبری که یار دارد دلبر نمیچینم گلی که خار دارد دلبر نگیرم دلبری که یار دارد دلبر صیادم و میگردم کسی نمیدونه دردم ظاهر شادی دارم اما اسیر دردم نمیچینم گلی که خار دارد دلبر نگیرم دلبری که یار دارد دلبر صیادم و میگردم کسی نمیدونه دردم با لب ما خنده دارم اما پوری دردم